خنده لبهای تو را، ناز و تمنای تو را، بوسه لبهای تو را دوست دارم، دوست دارم. خنده لبهای تو را، ناز و تمنای تو را، بوسه لبهای تو را دوست دارم، دوست دارم. سلام سرشار از مهر و محبت مرکز پرودوسری تجدید موزیک و هفته‌نامه زن و مرد را از شهر زیبای پنجکن قبول نمایید. بینندگان عزیز برنامه مهمان استوره ها، اهل ایجاد برنامه مهمان استوره ها در تالار زیبایی یعنی کاشانه حسن صبی شهر پنجکن قرار داریم و این لحظه بانو جان این دخترک نازنین مرا اورا داده و به سراغ یک هنرمند با استعداد، یک هنرمند واقعا خوش صدا، یک هنرمندی که به تازگی روی صحنه آمده اما خیلی محبوب دلها گشته است. رستم عظیمی می رویم. همگی می دانند که رستم عظیمی امروز برنامه کنسرتی دارد، اما اونا می دانند که ما از شهر دوشنبه وارد شهر پنجکن گشتیم و امروز او را محض در رفت برنامه خواهیم کرد. با دقت همه شما میرسانم که بعد سفر کاری از شهر پنجکن ما وارد شهر زیبای خوجند میشویم و آنجا نیز یک چند برنامه را ثبت خواهیم کرد. ما را همراه باشید و اینک پیش از رفتن عزیزان یک جهان سپاس مینداری به اندازه بیان میسازم و دخترکان زیبای کاشانه حسن صبی که امروز من و کارگردانم را بسیار هم آرا دادند. زنده باشند. عزیزی برنامه مهمان استوره ها، اینک ما در تالار برنامه کنسرتی رستم عظیمی قرار داریم و باوری دارم که بعد از چند لحظه برنامه کنسرتی رستم آغاز می‌گردد و یک برنامه دیدنی و شنیدنی خواهد گشت و این لحظه ما به سراغ رستم می‌رویم و اگر فرصت داشته باشند و به سوال‌های ما پاسخ بگردونند حتما با او در صحبت می‌شویم. ما را همراه باشید. سلام علیکم. السلام علیکم. خیریت باشید. سلام علیکم. زنده باشید. خوبه؟ اینجا سلامتی نازه. سلامت باشید. ما فهمیدیم که شما امروز برنامه کنسرتی دارین و همین خاطر به خبر خوب مهمانی شما گشتیم به خاطر که یک صحبت داشته باشین در برنامه مهمان استوره ها. با جون دیدم پیشکی زنگ زد می‌بینید قوت برای ما یک حالتی عجیبش نیست. خب اصلا مقصد برنامه ما همین است که بدون آگاهی ما هم صحبت بگردیم با آن هنرمندایی که واقعا مخلص دارند، واقعا مردم آنها رو قبول کردند و دوست می‌دارند و امروز چون شما برنامه کنسرتی دارید ما تصمیم گرفتیم که محض در همین لحظه در همین حالت شما رو
ثبت برنامه نمایید. این برای من یک تحفه دیگر شده است شما در این روز. زنده باشین. با چه بگم شما باعث یک افتخار است که شما مهمانی ما شدید. مهمانی شما. سلامت باشین. خب رستم میتونیم چند لحظه هم صحبت باشیم؟ بجا البته فقط شما حاضر چند لحظه بس برنامه کنسرتی ها باز میشود. شما گذارید میشینید در برنامه کنسرتی تماشا کنید، فراغت برید و بعد از برنامه کنسرتی در اینجا میشینید ما صحبت میشه. باشه. سلامت باشین. سلامت باشین. رستم برابر رستم عظیمی پذیرایی نمایید. بلندترین کف بیای شما. سلام ای نور دل ای نور جان سلامی عاشقی من تو رسانم سلام شما بار دیگر سلامی سرشار از محبتم را قبول نمایید عزیزان دل. و ما طور بالاتر گفتیم در شهر بوستانی پنجکن قرار داریم به سراغ یک هنرمند با استعداد، یک هنرمند خوش صدا، یک هنرمندی که واقعا امروز محبوب قلب ها گشته است. رستم عظیمی اومدیم و او را در تالار کنسرتیشون پیدا ساختیم و اینک در مهمانی رستم عظیمی هستیم و رستم عظیمی هستند در مهمانی ما. خوش آمدین رستم جان. تشکر زیاد اپای عزیز. بار دیگر شما به این درگاه ما خوش آمدید میگم و سلام خود و سلام از نام اهل گروه خود، سلام اهل گروه خود را به تمام تماشابینان این برنامه میرسانم. زنده باشید. خب رستم جان ما در برنامه شما شرکت ورزیدیم و تماشا کردیم که واقعا اینقدر مخلصان زیاد داشته اید، اینقدر مهر و محبت و صمیمیتی که تالار نسبت شما اهدا کردن. هیچ باور نداشتم که چون این برنامه رو خب با دو چشم میبینم چگونه به دست آوردید محبت خلق رو، صمیمیت اینقدر مردم رو که با یک احساس و با یک حسیات واقعا شیرین شما رو دستگیری میکردن، برابر شما زمزمه میکردن ترانه هایتان رو. تشکر زیاد برای سوال. راستی شاید آرزو باشد، نیت باشد و البته که اول خداوند، بعداً دعای پدر و مادر که بسیار راضی هستند که ما در این راه موفق باشیم و باوری دارم که دعای پدر و مادر بود و آرزوهای ما بود و شب و روز تلاش‌های و محنت‌هایی که ما خود و همراه گروه خود میکنیم شاید این همون باشه. بله. خب وقت به تازگی روی صحنه آمدید باوری داشتید که در مدت کوتاه اینقدر محبوب میگردید، اینقدر مخلصان به شما رو صاحب میشوید؟ نه البته نه. من به یک چیز باوری داشتم که من باید سراینده شم، لیکن چون که به شما گفتم آرزو بود و اگر در خاطر داشت باشه در یکی از روزنامه شما نیز و چنین سوال جواب داده بودم که صدای تاری پدر مرا به این راه آورد. هر باری که خود رو میشناختم در آوان کودکی، پدر با رو مینواخت و میسرایید، بسیار صدای زیبا داشت و دل من نشسته بود و من از همان کودکی آرزو کرده بودم که همین راه رو پیشه کنم و خداوند این روز نصیب من دانست و با رضایت پدر باز یک بار دیگر میگم به این راه قدم زدیم و شکرانه از اون میکنیم که
موفق شده ایستادیم به دستگیری عزیزان، دستگیری مخلصان عزیز. بله. خب هنرمندانی هستند که خب چندین سالها کوشش میکنن، زحمت میکشن، تلاش میورزن و مبارزه میبرن، اما موفق نمیشوند در این جاده، نمیتوانند دایره مخلصان خیش رو پیدا بسازند. چون شما رو دیدم اینقدر مخلصان زیاد، اینقدر خلق برای شما قرصک میزدن، اینقدر گل و گلدسته، واقعا در حیرت موندم. خب اولین ترانه‌ای که شما رو معرفی کرد، اولین ترانه‌ای که در قلب همین انسان ها جای گشت به اندیشه شما کدام ترانه بود و محض کدام ترانه شما رو عزیز اینقدر انسان ها گردانید؟ راستی اپای عزیز نمیدونم کدام ترانه رو گفتن، لیکن یک چیز میگم که هر یک ترانه‌ای که ما ایجاد میکنیم از قلب است، از روی کارهای سرسری نیست. ما هر یک ترانه رو قریب ماها مهنت میکنیم، زحمت میکنیم که تو یک چیزی نوگانی شود در صنعت تاجیک، سراول در صنعت تاجیک نوگانی شود و مردم باور میکنه سراینده در این سالها بسیار شده ایستاده است و شبکه‌های اینترنتی هست، مردم از هر یک سراینده آگاهی دارن. ما میخوایم که هر یک چیزی که ما ایجاد میکنیم برای مردم پیشکش میکنیم باید که تماما دیگر باشد، موضوع روز باشد، موضوع درد عشق باشد، درد روزگار باشد، اما با طرز و اسلوب دیگر باشد، کمی هم باشد، نوگانی باشد. شاید از اون سببی که ما همین نوگانی رو میخوایم ترانه‌های ما محبوب دل عزیزانی که ما رو گوش میکنن باشه. بله. اکثر سرودهایتان خوب شکایت از عشق و محبت و شب جدایی و هجران و همین گونه است. چرا؟ سببش چی باشه؟ حضورش رو دیدم آخر. میتوانید شوخی میکنن. میتوانید بیننده عزیز دیده رستم عظیمی خود قائل شدن که آزار خیانت و بی‌وفایی و جدایی و تمامی آن سرودهایی که میسرایند دیدن. به همین خاطر بگذار لحظه بدترین یک لحظه اقلا خوبی حیاتشان رو به ما و شما قصه کنن. مرحمت. تشکر زیاد. لحظه خوبی حیاتی من همون روز است که من قدم اولی خیش رو به این جاده گذاشتم و در یک سالی که ما آغاز کردیم این کار رو، بعد از 6 ماه آغاز کار ما برنامه جدید کنسرتی خیش رو در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت سو دادیم و در شهر بزرگ خوجند یک برنامه جدید کنسرتی خود رو کردیم. این از همه لحظه‌های بهترین حیاتی من بود، چون که من بر این راه قریب از سن 7 سالگی باشد قریب 20 سال آرزو می‌کردم که من به این کار موفق شدم، به این کار قدم زدم و شکرانه همین بود لحظه‌های بهترین حیاتی من. بله. خب بعد 20 ساله که شما در قلب آرزو پرورش می‌کردید، با کمک و دستگیری که روی صحنه آمدید و اولین سرود شما رو کدام شاعر یعنی متنش رو تولید کردن، ایجاد کردن، نوشتن و آهنگ شما کدام آهنگ بود و سرپرستی و یا دستگیری که به شما رسید؟ البته سراول شاعری که با ما همکاری کردن این از جمله استاد آذرخش بودن که به ما خیلی کمک کردن و اولین ترانه ما رو سینای ابوعلی، یک شاعر جوان که با ما خیلی رابطه دوستی بسیار دارد، اون کس نوشتن و ما این رو روی آهنگ آوردیم، به نوار کلیپ گرفتیم و این آهنگ باور دارم که به دل مردم جای شده است با نام بشنو صدای مرا. و سرپرست در این سالی که ما برنامه کنسرتی خیش رو آغاز کردیم، قدم بزرگ قدم جدی خیش رو گذاشتیم، یک مادر عزیز، یک مادر بسیار غمخواری که ما در یکی از معرکه‌شون اشتراک کردیم، از صدای من، از آهنگ‌های من با خبر شدند و گفتن چرا من تو رو از تلویزیون در آینه نیلگون نمیبینم. من گفتم راستی گپ جوی خندش هم باشه زورم نمیرسد، گفتم راستی که چون که سند خیلی دشوار است، از همون تشویش هاشون مشقت هاش یک طرف باز مبلغ زیاد رو طلب میکند که ما به این راه قدم زنیم. از این جمله به ما یک مادر عزیز خیلی دستگیری کردن با یک برادر و شکرانه و اگر اجازه باشه سپاسی خود رو میرسونم به آنها که و دستگیری آنها بود که ما به این روز رسیدیم. بله. خب رستم جان هنرمندایی هستن که سالهای سال روی صحنه هنر هستن، اما شاید جرأتی برپا کردن یک برنامه کنسرتی رو ندارن و یا شاید میترسن یا شاید هراس از آن دارن که تالار آنها پر از تماشابین نمیگردد. اما دوام یک سالی که شما روی صحنه هنر هستید، اینقدر برنامه‌های زیاد رو در شهر و نواحی ولایت سوخت پیشکش کردید، باور داشتید که تالاری که شما اونجا برآمد میکنید پر از تماشابین میگردد؟ نه البته در اول نه. بعد از اونی که من چقدر گفتم قدم جدی رو گذاشتم، من دسته گروه خود رو تشکیل کردم که همه از نوازنده های ختم کرده کنسرواتور انستیتوهای صنعتی تاجیکستان مسکو هستند و با این برادرها ما یک چقدر گویم دلی پوری من بودم اونها و با باوری گفتم که ما باید یک مخلص هم دارد، ما باید که کنسرت گذاریم، چون که سراینده
вақт аз оне ки оғоз мекард ин корро бояд ки консертҳо гузорад, барномаҳо созад ки то тамошобин аз он бохабар бошад. Вагарна ҳамчун клип кардаву суруд хондан дар радиои телевизион ҳамчун ин боварӣ дорам ки ҳисоб намешавад сарояндагӣ. Бояд ки барномаҳои консертӣ шавад, мардум аз пеш аз ҳунарманди хеш бохабар бошад. бале. хуб, мухлис барои Рустам Азимӣ чӣ арзиш дорад? Як дунё. Сандуқи тилло баробар намешавад ба як дуна мухлиси ман. бовар кунед. воқеан бинандаи азиз ва ҳамаон нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доранд, мо имрӯз субҳи барвақт вориди як шаҳри зебо, як шаҳри воқеан диданиву тамошобоби Панҷакент гаштем ки дар барномаи консерти бародару дӯсту хуб як ҳунарманди боистеъдод Рустамҷон Азимӣ ширкат биварзем ва вақте вориди толор гаштему толорро пур аз тамошобин дидем, дар ҳайрат шудем. Инқадар муҳаббату самимияте ки мардуми шаҳри Панҷакент нисбати ҳунару садову истеъдоди ин ҷавонмард доранд, хуб нисбати ҳар кас дошта наметавонад ва ин аз хушбахтиву саодатмандии Рустамҷон хабар медиҳад. ва ин лаҳза мехоҳам бидонам ки хуб дар толор гуфтанд ки шумо сафарҳо доштед ба хориҷи кишвар, ба чанд давлати дунё, бо кадом мақсад сафар доштед ва атрофи ҳамон сафарҳоятон чанд лаҳза сухан мекардед? аз оғози соли 2008 буд ки ман тӯли 6 сол дар Федератсияи Русия ҳамчун фаъолияти кори бари аз пайи зиндагии хеш будам. баъдан ки бисёр дӯст медорам сайру гашти дунёро ки аз навгониҳои дунё, аз шаҳрҳои зебои дунё як хабардор шавам. ба шаҳри пойтахти Германия Берлин рафтем, ба Париж рафта будем барои сафар, барои чӣ тамошо. дар онҷо як дӯст пайдо кардам ки бисёр он ҳам чӣ хел гӯям сайёҳ буд. ҳамроҳи худ моро гирифт ба он давлатҳо бурд, хело давлатҳои зебо ва аз он ҷо низ хеле як маъниву як чӣ хел гӯям як фаҳмишоти дигарро ба худ гирифта омадам. барои ҳамин ба ҳамин давлатҳо сафар кардем. бале. хуб, чун мо дар толор ширкат доштем, тамоми тамошобинон, тамоми ҳозирин баробари шумо ҳама сурудҳоятонро замзама мекарданд, аммо дар душанбе қисми ками сурудҳои шумо муаррифӣ аст, яъне ки шояд дастрасӣ надоранд мардуми душанбе ба сурудҳои шумо ва имрӯз як таронаи шумо ҳавас намекунам маҳбуби қалбҳо гаштааст дар пойтахти кишвар ва ҳамагӣ замзама мекунанд. оё ният надоред ки мисли дигар ҳунармандон хуб куч бандед ба душанбе ва фаъолияти хешро он ҷо идома бидиҳед, чун садои хуб доред, истеъдоди баланд доред ва ин қадар муваффақиятро худованд ба шумо муяссар дониста? ташаккури зиёд апай азиз, лекин кӯч бастан ҳоло дар сари мо фикраш нест, валекин нақшаи консертгузорӣ, нақшаи чӣ шумо гуфтед дар ҳақиқат дастрас нест. таронаҳое ки мо олӣ омода кардаем, мо дар як сол хостем ки як бор аз уҳдаи вилояти суд бароем. агар ки аз уҳдаи инҷо нағз баромадем, баъдан агар худо насиб кунад боз оғоз мекунем дар шаҳри Душанбе барномаҳои худро, ҳамкорӣ аз ҷумла бо шумо, бо газетаи шумо, бо канали Togic Music. аз ин лиҳоз дар оянда бо дастгирии шумо, бо дастгирии мухлисони азиз ҳаракат мекунем дар шаҳри Душанбе пойтахти азизмон барномаи консерти худро дошта бошем. бале. хуб, метавонед таърихи таронаи ҳавас намекунам ба бинандаи азиз як қисса кунед? Чӣ таърих дорад, чӣ сарчашма дорад, чӣ гуна тавлид ёфтааст ин таронаи зебо? субҳ буд, соли 2012 буд, хато накунам, ё 13 буд, дар шаҳри Москав дар яке аз хонаҳое ки истиқомат мекардам, бисёр бовар мекунед ҳамонҷо як каме ранҷур будам аз зиндагӣ, аз ин қисмате ки дар ман дар он ҷо доштам. баъд гуфтам ин асосан дар бораи дунё буд, магар дунёи ман дунёи ғам буд, магар ҳарфи дилам баҳри ту кам буд. баъдан калимаҳои ошиқӣ пайдо шуду, ин тарона тавлид ёфт. баъдан ин як таронаи дар инҷо рости гапро мегӯям ки ҳамун вой аз барои худо ба ман бегӯ бевафо, баъди 1001 шаб чаро ту гашти ҷудо. ин мисраҳои шоири ҷавон Синои Абуалӣ аст, вале оҳанг каме ҳам бошад, ҳамин 4 мисраш ба оғои Муин аз Эрон каме монандӣ дорад. ҳатто инро ман гуфта наметавонам ки ин ягон аз он кас гирифта шудааст. баъдан ки ман ин оҳангро сохтам, монандӣ доштааст каме. аз ин лиҳоз 7 нота аст. барои ҳамин мардум нагӯянд ки ман инро аз оғои Муин гирифтам. бисёр ӯро низ дӯст медорам. лекин ин тарона ҳамчун тавлид шудааст. якум хостам дар бораи дунё нависам, баъдан калимаҳои ошиқӣ пайдо шуд, рости бисёр ба якдигар пайваст шуданд. баъдан тавлид шуд тарона. хуб,
یک ترانه دیگر رو در تالار زمزمه کردید با نام غریبی که اشکی چشمانم ریختن. باور کنید اینقدر شیرین خوندید، اینقدر پردرد بود. میتوانید این لحظه 4 مصرع برای تمام غریبان دنیا، تمام مردم تاجیک که امروز در مهاجرتن، در مسافرتن زمزمه بکنید و بعدا تاریخ آن همین ترانه رو نیز با ما قصه کنید که چه تاریخ دارد. مرحمت. دلم خواهد رود سوی وطن بر خانه مادر، شدم پزمانیان یار و دیار و هم برادر. دو چشمی مادرم پیش نظر آید همیشه، دو چشمی مادرم پیش نظر آید همیشه. خدایا این همه غربت بگو کی باشد آخر، خدایا این همه غربت بگو کی باشد آخر. سلامت باشید. سلامت باشید. این ترانه از درد خودی بنده است. من چخیلی گفتم یعنی توری که درد غریبی 8 سال، البته 8 سال من در شهر مسکو، در شهرهای دیگری دنیا سفر رو داشتم. تولی قریب 7 سال در خودی مسکو کار و فعالیت بردم. بسیار زحمت ها و بسیار عذاب ها رو پسی سر کردم. راستی این طول همین 8 سال در دل من قطره قطره جمع شد و همین سال همراهی برادرانی که نوازنده من هستند، دوستان عزیزی من، خواستیم که این ترانه درد دل خودی رستم رو باور دارم که امروز درد دل هر یک غریب بچه، هر یک غریب شده است. خواستم که پیشکش عزیزان دلگردانم و یک چیز گفتنی هم که غریبان هیچگاه خسته نباشید، وطن زیبا شما را انتظار است. بله. یک کف بزنیم استاد و خود رجمنشن دوشنبه برای تبریک ما امروز فهمیدن که از این رسم اومدن. شما سلام سرشار از مهر و محبت و صمیمیت من و تمام مردم دوشنبه شهر را قبول نماید. مردم عزیزی پنجکت زیبا خوش آمدین. واقعا من باری اول است اینجا سفر کردم، به خاطر رستم جان اومدم و اینقدر صمیمیت، اینقدر محبت، اینقدر دستگیری را دیده راستی که در حیرت شدم. احسن به شما، زنده باشید، دستای شما درد نبینم. اگر شخص ایجادکار هنرمند را همین گونه دستگیری باشد، باور کنید که او به قله‌های بلندترینی کسبش میرسد. و باید بگویم که رستم عظیمی آبروی ولایت سوغد، آبروی شهر پنجکن و آبروی همه شما عزیزان است و باید که او را دستگیری کنید. یک خستگی بلند است. سربلند باشید. از نام خودم، از نام کل کارمندان هفته‌نامه زن و مرد و مرکز پرودوسری تاجیک موزیک، ما امروز به خاطر ثبت برنامه مهمان ستاره ها، مهمان شما و مهمان رستم عظیمی گشتیم. رستم جان را به این روزی واقعا فراموش نشدنی تبریک میگویم و واقعا رستم صدای خوب دارن، صدای شیرین دارن، استعداد بلند دارن و تنها شما مخلصش نیستید. هزارها نفر در شهر دوشنبه دوستدار صدای این جوانمرد زیبایند، دوستدار هنر اویند، دوستدار استعدادش هستند. یک تحفه داریم. اول یک قرصک بلند میزنیم به خاطر رستم عظیمی دوستان. و باید بگویم که رستم جان امسال در آزمون سراینده سال هفته‌نامه زن و مرد جای نمایان را گرفتم و برابر بهترین هنرمندان صحنه تاجیک صاحب جایزه گشتن و این لحظه نزد شما مبارکشان میگویم بار دیگر. و یک سپاسنامه آوردیم از نام هفته‌نامه زن و مرد، مرکز پرودوسری تاجیک موزیک و اساتید همکاری برای رشد تاجیکستان بر رستم جان عظیمی و این لحظه تقدیمش میکنم، البته با دستگیری و قرصک‌های شما. برای من سال اولی بود بهترین از خواهد شکر. این تحفه ها با دستگیری شما دوستان رستم جان رو میسر گشتن. خدا کند که همیشه همین گونه
دستگیر باشید. همین گونه مهر و محبت صمیمی داشته باشید و این گزیت ها از نام فرامای زن و مرد و کلی طالب تقسیم کرده میشه. مرمت کمی بسیار میخواه خب رستم جان، بعضی از هنرمندان به خاطر شهرتمند شدن روی صحنه میآیند، بعضی دیگر به خاطر پیش بردن روزگار این پیشه را انتخاب میکنند. شما به کدام خاطر صنعتکار شدید؟ به خاطر اونه که دل میتپد در این راه. کسبی که تو دوست میداری، کسبی که تو حرکت میکنی که تو موفق شوی در زندگی تو هم شهرت میبیارد، هم مبلغ میبیارد، همه چیز رو میبیارد. و این کسب در دلی من بود، آرزوی گفتم که آرزوی کودکی من بود و برای شهرت و برای پولش من این کار رو پیشه نکردم و خداوند شاهد است، دروغ نمیگم، بسیار دوست میدارم من این کسب رو. خب امروز خود رو موفق میشمارید؟ حالا نه. حالا باز چی نقشه ها، چی مقصد ها دارید برای نقشه اون که خیلی موفق زیاد شوید؟ هستند، باور کنید نقشه ها خیلی زیاد هستند که حتی عمر نمیرسد با اون نقشه ها. شاید تا حد امکان جان در بدن هست حرکت میکنیم که تا حد امکان نقشه ها جای عمل پوشند و هر یک نوگانی و هر یک نیت هایی که در دل داریم پیشکش عزیزان و پیشکش هموطنان عزیز گردیم. بله. خب رستم جان، چون بار اول است ما با شما هم صحبت میشویم، میخواستم بدونم که با کدام آهنگسازان، با کدام کارگردان ها شما در ارتباط هستید، در همکاری هستید و این سرود های زیبای شما را، این آهنگ های دلنواز و دلانگیز شما را کی آماده میسازد و کلیپ هایتان را کی ثبت مینماید؟ آغاز میکنیم از بسته‌کاران، آهنگسازان این اول خودم، دوم فرقه جان خیوموف نوازنده که در اسباب گیتار است در انسامبل ما، بنیاد جان رسولوف راهبر گروه من است. آهنگ رو ما خود آماده میکنیم، از اون کس نمیخریم نمیگیریم، خود آماده میکنیم. یعنی شما آهنگساز نیست هستید؟ کم کم ولی و اون آهنگ هایی که ما رو به موسیقی تبدیل میدهند میپیوندند. یکی از بزرگترین بسته‌کاران حاضر در کشور ما زنیدین کریموف هستند، وفا الله مراتوف هستند. اینها به ما دستگیری میکنند، کمک میکنند. بله. خب میتوانید درباره زندگی پسی پردگی خویش، یعنی بیرون از صحنه هنر چی روزگار دارن رستم عظیمی، کمی قصه کنید به بیننده عزیز ما، چون بار اول است ما شما رو برنامه میکنیم و در صحبت هستیم. حتما که تماشابینان عزیز ما انتظارن که بدونن تو رستم عظیمی چی روزگار دارد، چگونه حیات رو به سر میبرد. رستم عظیمی صاحب پدری سالم، صاحب مادری سالم است و در پس پرده دو برادر دارم، یک خواهر دارم، دو فرزند دارم و چی گویم، صبح از خواب برمیخیزم، بعد از مشق پگاه روزی، خوراک نصف روزی میروم به سوی صفگاه، به سوی جای کار خود. فعالیت آغاز می شود روزی که اگر در معرکهای مردم باشیم، در برنامه کنسرتی باشیم، در برنامه کنسرتی اگر که نباشیم، فقط روزی من عمری من میگذرد در همون جای صفگاه، چون که حالا جوان هستیم، فقط حرکت میکنیم که هر روز نوگانی کنیم، پیشه کنیم، مشق کنیم، حرکت کنیم که تو از دلی عزیزان باشیم. بله. خب در صحنه چون مشاهده کردم شما اونقدر با مردم، با تماشابینان اونقدر در معاشرت بودید، اونقدر در خوب گفتگو بودید که یعنی که توانستید همون مردم تالار رو به خود جلب بسازید. خب در خونه چگونه هستید؟ همین طور همه رو به خود بیشتر جلب میکنم. زنده باشین، سلامت باشین. بار دیگر خیلی مینه داریم که
ما رو خوب قبول کردید شما چون سلامت باشید. آگاه نبودید که ما از دوشنبه البته. مهمانی شما میشویم اما اینقدر خوب پذیرایی کردین. زنده باشین. من عرض سپاس بیان میسازم به عروسم جان عظیمی و تمام مردم پنجکین که حتی در طولار عروسی یعنی کاشانه حسن نیز ما رو خوب پذیرایی کردن و اینقدر محبت و صمیمیتی که اینجا دیدم باور کنید که خیلی شاد گشتم. سپاس. زنده باشین. و رستم جان میخواستم بدونم که یک کودک یک طفلک در همون برنامه شما یک سرودی رو بسیار شیرین زمزمه نمود با نام خنده لب‌های تو. این خنده لب‌های کی باشه؟ خنده لب‌های عزیزان دل مخلصانی که ما رو گوش میکنن. خب به خاطر که سرود دیدم همین ترانه های شما همگی خوب قصه میکنن از بوسه و کنار و خنده لب و نازنین و همین گونه. چی اگر یگان مخفی نباشد چی سیر دارید؟ البته یگان سیر نیست راست دیگم، لیکن هر یک مخلص و هر یک جوانی که عموما جوانی هر یک شخصی که در زندگی میکند باوری دارم که ترانه های ما از یکی از حیات های آنها قصه نقل میکند، از حیات آنها نقل میکند و با همین نیت من چقدر به شما گفتم ترانه ها از قلب میبرند، از درد مردم میبرند، از درد من نه. اما میگویند که تو انسان خود درد نداشته باشد نمیتواند چیزی رو روی کاغذ بیارد و یا زمزمه بسازد. خطا کردن من توانستم، لیکن دردی من داغ غریبی بود راست دیگم، دردی من بود، لیکن درد عشق من دیدم راست دیگم. در زندگی بار عاشق نشدی؟ البته شدم. برای چی نه؟ کی؟ کدام سال؟ با کی؟ سال 2013. خب میخوام که اون قصه عاشقی رستم عظیمی رو من بشنوم. مایلش به جونم. تشکر زیاد. در اشهر روسیه از مسکو به خوجان نو آمدگی بودم. ماه مرد بود، ایام وقتی سومنکنی بود. در پیش خونه نشسته بودم که صدای یک مرد برآمد که سومنک گفته. بعدا مادر مرا گفت که با مادرم گفتم که میخوام سومنک دسترس کنیم تو استعمال کنم که مگر مادرم گفت که برو بچه جان خراخی در بیرون هست. برآمدم که در راست گپ در نزد دم یک پیش خونم یک نازنین بود، حالی رو رفته می ایستاد. از اونجا آغاز شد عاشق شده با دیدن همون نازنین. البته همون مرد سومنک فروش سبب شد تو رحمتش. با چه انجامید عشق شما؟ با خیلی خوشبختی کلام. خب امروز یک جا هستید؟ صاحب دو فرزند هستیم. یعنی که زندگی رستم عظیمی در پایه محبت بنیاد گشته. همینطور؟ البته. از زندگی، از همسر، از فرزندان، از خانواده راضی هستید؟ البته. خب نگاه آنها به صنعت شما، به هنر شما چگونه است؟ خیلی بزرگ است. خیلی دستگیری میکنن، همه طرف دستگیری میکنن. خب اولین ترانه شما رو کی میشنود؟ اولین شنونده رستم عظیمی کی باشه؟ مادرم. خب مادرتون فهمیشی موسیقی نیز دارن؟ او بسیار دوست می‌داره ترانه‌های مرا. پدرتون چی؟ پدرم نیز گوش میکنه، لیکن اهمیتی کلام میدید بسیار. مادرم میگه که چی نمیگی کردی امروز تو رفتی چیکار کردی؟ میگم خانم چجا گوش کنید یک ترانه نف کردم. با شما معقول اگر باور کنید اگر او چم گوید که معقول نه نمیخوام ترانه رو. بله واقعا صدای شما بسیار جذاب است، بسیار با قول با قوت است. تشکر زیاد. تولو رو بسیار یک توانستید که گرم بسازید با همون صدا. میخواستم بدونم که شما مشق میکنید بیرون از خوب فعالیت کاری در خانه و یا این صدای خدادادی است که همینگونه جذاب و اولش خداداد است. البته اولش خداداد است و برای تکمیل دادن ما قریب که هر روز البته مشق میکنیم، مهنت میکنیم. تو مهنت نکنید شرف رو نمیبینیم باور کنید. بله. خب نقشه های آینده شما چگونه باشد؟ در سال 2018 نقشه داریم که اولین در ماه سپتامبر یا که میانه های اکتبر یک برنامه جدیدی کنسرتی رو در شهر خوجند برپا کنیم. بعداً تکرارا این برنامه رو به شهر دوشنبه پایتخت عزیزمون پیشکش عزیزان کردیم با دیگر نوونی‌های نو به نو و اولش خداوند باوری دارم که با دستگیری شما، با دستگیری عزیزان مخلصان عزیز و با مدد خداوند این آرزوهای این سال عملی خواهند گشت. بسیار سعی و کوشش میکنیم که تا حد امکان عملی گردن. همین است نقشه بزرگی امسال. خدا کند که تمام آرزوهای شما جامعه سبز و برکنند، جامعه عمل بپوشند و هنری شما رو نه تنها در کشور در خوب ولایت سوق بلکه بیرون از وطن همگی قدر نمایند، احترام کنند و صدای شما رو بشنوند و زیر ترانه های شما شادی کنند، خرسندی کنند و تمام غم های خویش رو، تمام درد و غم زندگی رو با گوشه فراموشی ببرند. بیننده عزیز، ما در صحبت
یک مردی واقعا با سواد، با فرهنگ، سخندان، با استعداد رستم عظیمی هستیم و میخواستم گفتنی های آخرین شما رو در برنامه مهمان استوره ها شنیده باشم. تشکر زیاد پای عزیز. سر اول از سر تا پا به شما منت دارم. امروز برای من در برنامه کنسرتی من شما رو انتظار نبودم، راستی گم نمیدونستم که میآیید. برای من یک تحفه گرانبها بود. برای من، برای کلی مخلصان من که اونها از باز از یک نوانی دیگر با خبر شدن که دستگیری شما هست نسبت ما در پایتخت عزیزمون، عموما در تاجیکستان عزیز. من به شما با کلی کارگران برنامه شما منادای خود رو می‌رسانم، اهل گروه خود رو می‌رسانم. همیشه موفق باشید در آینده به نیت‌های نو و نو خود برسید. خداوند رساند. واقعی خداوند نگهبانتون. هزار رحمت. سربلند باشید. بار دیگر بیننده عزیز یادداشت می‌شویم که ما در شهر باستانی پنجکین قرار داریم. در صحبت رستم عظیمی، یک جوانی با استعداد، جوانی که واقعا امروز صداش قلب‌ها رو تسخیر کرده، امروز محبوب قلب‌ها گشته و امروز ترانه‌هاش خوب به دل‌ها راه یافته و اینقدر محبت و صمیمیت رو صاحب گشته که امروز بار دیگر می‌داریم از شما خوش آمدید به برنامه مهمان استوره ها و بیننده عزیز انتظار شوید برنامه‌های آینده ما رو. ما بدون آگاهی می‌توانیم مهمان تمام هنرمندان شویم. با ما باشید. خداوند نگهبانتون.